به کانال حکایت نو خوش آمدید. من عیسی چناری هستم. بریم تا با هم قسمت 5 از 10 قسمت داستان نزدیکتر از همیشه را بشنویم. این قسمت تاوان دل بستن. هوا ابری بود، از اون روزهایی که خورشید هم انگار دلش نمیخواست بتابه. انگار همه چیز میخواست با حال دلم هماهنگ بشه. با خودم گفتم این روزها رو باید بنویسم. شاید یه روز خود مریم بخونه و بفهمه من واقعاً چی کشیدم. تلفن رو برداشتم. چشمم به آخرین پیام مریم افتاد. هومن، اگه یه روزی دیدی ساکتم نپرس چرا. شاید خودمم ندونم. دستم یخ کرد، قلبم یخ کرد. این سکوتش داشت منو دیوونه میکرد. نه دل میداد نه پس میزد. منم مونده بودم توی برزخ دوست داشتن. چند روز بود صدامو نشنیده بود. حتی جواب سلامم رو هم با تأخیر میداد. ولی اون شب یه چیزی عجیبی اتفاق افتاد. شب شده بود، یه شب لعنتی دیگه با فکر مریم. داشتم صدای بارون رو گوش میدادم که یه دفعه گوشیم لرزید. خودش بود، با صدایی که انگار از دل تاریکی می اومد. گفت هومن، میشه یه چیزی بگم ولی قضاوتم نکنی؟ گفتم قسم میخورم قضاوتت نکنم، فقط بگو. نفسشو آهسته بیرون داد. صدای لرزونش پیچید توی گوشم. من هنوز گاهی یاد حمید میافتم. نه از روی عشق، از روی زخم. دلم ریخت. این اولین باره که اسمش رو میبرد. سکوت کردم. نمیخواستم بند دلشو پاره کنم. فقط گفتم مریم، هر زخمی که داشته باشی من کنارت میمونم. ولی اجازه نده اون زخم ها دیوار بینمون بشن. اون شب یه سکوتی عمیقی بینمون شکل گرفت. ولی عجیب بود. اون سکوت شبیه همیشه نبود. شبیه یه شروع بود، نه یه پایان. فرداش پیام داد. میشه امروز عصر حرف بزنیم؟ یه چیزی هست که باید بهت بگم. دل تو دلم نبود. از صبح 1000 بار ساعتمو نگاه کردم. توی ذهنم 1000 تا سناریو چیدم. میخواست چی بگه؟ بگه که دوستم نداره؟ یا بگه که نمیتونه ادامه بده؟ یا شاید هم زنگ خورد. صداش آروم بود ولی یه لرزش قوی داد. گفت هومن، من یه مدت میخواستم ازت فاصله بگیرم، چون حس میکردم دارم بهت وابسته میشم و من از وابسته شدن میترسم. گفتم وابسته شدن ترس نداره مریم. اگر بدونی طرفت قراره بمونه. صداش شکست. میمونی؟ بدون مکس گفتم تا تهش. مکس کرد. میدونستم بغض کرده، ولی بعدش گفت منم دوستت دارم هومن، ولی زخم‌های قدیم هنوز گاهی بیدار میشن. دلم پیچ خورد. اون لحظه میخواستم بغلش کنم، بگم امن‌ترین جای دنیا آغوش منه.
ولی فقط تونستم بگم بیا با هم خوبش کنیم. بیا این بار عشق التیام باشه نه زخم. اون شب سکوت نبود، شب شروع بود، شروع یک رابطه که آهسته ولی عمیق داشت شکل می گرفت. دیگه نمیخواستم توی تاریکی شایدها گم بمونم. دیگه وقتش بود که عشق حرف بزنه. ساعتی بعد وقتی دوباره صدای نفسهای آرومش توی گوشم پیچید، گفتم مریم، این بار بذار خودم خنده رو به لبهات برگردونم. گفت من هنوز بلد نیستم اعتماد کنم، ولی تو یه جوری حرف میزنی که دلم میخواد یاد بگیرم. و من اون شب با همون لبخند نصف نیمه، با اون جمله ساده فهمیدم شاید یک دنیا راه مونده، ولی مسیر درست رو شروع کردیم. چند روز بعد با هم رفتیم همون کافه‌ای که اولین بار دیدمش. نشستیم کنار پنجره، بارون آروم میبارید. نگاهش کردم و گفتم ببین بارون چه خوبه، نه زخمی داره نه قضاوتی، فقط میباره، میشوره و میره. مریم لبخند زد، گفت درست مثل تو. و اون لحظه فهمیدم عشق اگه واقعاً بخواد بمونه، از دل سکوت، بارون، درد و خاطره راهشو باز میکنه. و من هنوز منتظر اون روزم که دیگه هیچ زخمی بینمون نباشه، فقط عشق بمونه.